سلام. اینجا شرکت راشا کاروانه. بهتون یه قولایی داده بودم. این اولین خودروی آفرودیه که در شرکت راشا کاروان تجهیز شده. میخوام یه کمی هم از جزئیات براتون بگم. عکس و فیلم هم دنبال کنین. یه کمی از جزئیات کلی دور ماشین و بخش‌های داخلی براتون توضیح میدم. ما یه دونه سایبون خفاشی داریم که کلا دور تا دور ماشین رو گرفته. یه سایه خیلی خیلی عالیه داره، برای یه ماشین کوچیک داره میده. یه دونه کاور دوش رو داریم به صورت تاشوه که کنار خودرو جمع میشه. یه دونه روف تنت دبل رو داریم با سیستم برق تکمیل. یه دونه هردومون خوشگل، پهن و راحت. یه دونه بیلچم که روش نصب شده میبینیم با هم دیگه. پروژکتورهای مربوطه دور مربوط به آشپزخونه هم عقب خود رو میتونه باشه. مربوط به آشپزخونه این که قسمت دارن کار میکنن و زیر سایبونی که چیدمان هم داریم میبینیم. 4 نفر میز و صندلی رو داره. یه دونه برد هوشمند رو داریم اینجا که با کلید بخاری درجا. تو این ماشین بخاری درجا هم از نوع دیزلی های معروف کار شده. باکس های کنار رو میبینیم، حالت نیمچه باری بهشون داده. تخت وسط هم ما یه دونه پورتاب داریم، اون قسمت که تکیه‌گاه اون قسمت هست و موقع خواب توی این قسمت قرار میگیره که این هم با عکس و فیلماش که دنبال کنی. فرمان معطل شدیم، ببخشید. شرمنده، دستون درد نکنه. زحمت کشیدید. حال شما، احوال شما خوب هستین؟ سلام عرفان، حال شما؟ حال بسیار عالی. قشنگه. دمتون گرم. یه بچه‌ها همه منتظر موندن که کارا به این نتیجه برسه. دست هم میگه درد نکنه. دست درد کنه خانم ببین. بله. صندلی عاشق میزه. خدمت شما.